سلام، وقتتون بخیر. من امیرحسین گودرزی هستم، دانش آموز پایه هشتم از استان لرستان و شهرستان اروجا. افتخار داشتم که در مرحله ریاضی وزیر محور فناوری اطلاعات در مرحله استانی جشنواره نوجوانان خوارزمی نفر اول بشم. دبیر راهنمای من استاد محمد فهیم امرایی بودند که نقش مهمی در پیشبرد پروژه داشتند. پروژه من یک اکوسیستم هوشمند آموزشی به نام سوفیا پلاس است. در وبسایت این اکوسیستم کاربر میتونه اطلاعات کلی درباره پروژه، اطلاعات سازنده، فایل‌های دانلود و دسترسی به چت‌بات آنلاین و ربات پیام رسانی رو داشته باشه. اولین بخش نرم افزار ویندوزی این اکوسیستم است. نرم افزار سوفیا پلاس با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون و فریمورک کیوی به صورت شی‌گرایی کامل طراحی شده و با محیطی زیبا، کاربرپسند و تماماً فارسی برای دانش آموزان پایه هشتم توسعه یافته است. پس از ورود به وبسایت رسمی اکوسیستم سوفیا و دانلود نسخه متناسب با سیستم عامل ویندوز خود، کاربر می‌تواند به راحتی اقدام به نصب برنامه نماید. پس از نصب، محیط برنامه به صورت کاملا گرافیکی و جذاب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. در فصل سوم امکاناتی مانند رسم خطوط تقارن و محاسبه زوایا ارائه شده و در فصل ششم ابزارهایی برای محاسبه فیثاغورس قرار داده شده است. بانک سوالات هوشمند یکی از قابلیت‌های مهم برنامه است که شامل نکات و جزئیات دقیق برای هر فصل از کتاب ریاضی پایه هشتم میباشد. پس از مطالعه نکات، دانش آموز میتواند وارد بخش آزمون شود، جایی که سوالات به صورت تصادفی و پویا تولید میشوند تا سطح دانش آموز سنجیده شود. یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی این نرم افزار بخش چت‌بات دو منظوره هوشمند است. این چت‌بات در دو نسخه آفلاین و آنلاین طراحی شده تا پاسخگوی سوالات ریاضی دانش آموزان باشد. برنامه همچنین دارای بخش‌های نظیر چون درباره راهنمایی استفاده، تنظیمات و پشتیبانی است که دسترسی سریع و ساده‌ای برای کاربران فراهم کرده است. همچنین نسخه اندرویدی این برنامه یعنی سوفیا پلاس در حال طی مراحل تست نهایی است و به زودی برای کاربران اندروید و آیفون نیز قابل استفاده خواهد بود. بخش دوم اکوسیستم ما چت‌بات هوشمند ریاضی به نام جینکس پلاس است که نسخه آنلاین اون روی وبسایت ما پیاده‌سازی شده. این چت‌بات صرفاً یک مدل پاسخگو نیست. ما با استفاده از مهندسی پرامپت و تکنولوژی‌های NLP و پردازش زبان طبیعی بهش آموزش دادیم که چطور دقیق و مرحله به سوالات ریاضی پاسخ بده. برای اینکه حافظه شبیه انسان یا شبیه مدل‌های زبانی بزرگ داشته باشه، از پایگاه‌های داده کلودفدر مثل دیوان و تکنولوژی‌های مشابه استفاده کردیم تا اطلاعات چت‌ها رو موقتی یا بلندمدت به خاطر بسپاره. دستیار جینکس پلاس فقط یک مدل معمولی چت‌بات نیست، بلکه با استفاده از API و وب سرویس و برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت و پایتون میتونه تصویرم تحلیل کنه. مثلا میتونیم از برگه امتحان عکس بفرستیم تا پاسخ سوالات رو بهمون تحویل بده. رابط کاربری این چت‌بات با HTML و CSS و سایر زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه ساخته شده و پشت صحنه این سایت با جاوا اسکریپت و پایتون توسعه پیدا کرده. ما شبانه روز تلاش کردیم تا یک دستیار هوش مصنوعی ریاضی فارسی زبان حرفه‌ای ارائه بدیم که حالا میتونه به سوالات ریاضی مختلف دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم پاسخ دقیق بده. در کنار برنامه ویندوزی و سایت هوش مصنوعی، ما یک ربات پیام رسان به نام سوفیا پلاس توسعه دادیم. این ربات که در پیام رسان‌های مانند تلگرام و بله در دسترس دانش آموزان قرار دارد، امکانات آموزشی هوشمند، پاسخ به سوالات ریاضی و قابلیت‌هایی از برنامه و سایت را در قالبی ساده و قابل دسترس برای همه دانش آموزان فراهم می‌کند. سپاسگزارم از مسئولان منطقه، شهرستان و استان که این فرصت را فراهم کردند تا اثرم در سطح ملی ارائه شود. از داوران گرامی به ویژه ناظر محترم کشوری سرکار خانم دکتر میرموینی برای بررسی اثرم تشکر می‌کنم. قدردان حمایت خانواده، عوامل دبیرستان و استاد عزیزم جناب آقای محمد فهیم امرایی.
اندروید هستم. امیدوارم این اثر گامی هرچند کوچک در مسیر ارتقای آموزش ریاضی بوده باشه. تا درود دیگر، بدرود.